روزی روزگاری در سرزمینی دور افتاده قلعه باشکوهی وجود داشت که به شوالیه‌های جنگجو و دلیل شهرت خاصی داشت. هیچ دشمنی توان رویارویی با آنها را نداشت و آماده دفاع از عزیزانشون بودند. تا اینکه یک روز جادوگری ماهر به نام کالیستار با نقشه پلیدی به قلعه اومد. کالیستار که جادوگر ماهری بود، رودخونه را طلسم کرد و آب رودخونه حالت جادویی پیدا کرد. حالا هر بار که شوالیه‌ها به این رودخونه نگاه می‌کردند، تصاویری زیبا و شگفت انگیز از شاهزاده خانم‌های زیبا، مناظر شگفت انگیز و توهمات عجیب غریب به اونا نشون داده می‌شد. شوالیه‌های غرق شده در توهم که قدرت سابقشون را از دست داده بودند، به یه مشت معتاد متوهم تبدیل شدند. تا اینکه یک روز کالیستار به صورت ناگهانی به قلعه برگشت و طلسم رودخونه رو باطل کرد. فردای اون روز شوالیه‌ها که به سر رودخونه برگشته بودند با دیدن این صحنه دچار سردرگمی و وحشت زیادی شدند. طوری که سر تا پای وجودشون رو بحران فرا گرفت. دنیای اونا به هم ریخته بود و از هم پاشیده بودند. حالا شما فکر میکنید چرا کالیستار طلسمی که شوالیه‌ها رو تحت کنترل خودش گرفته بود باطل کرد؟ آیا این به نفعش بود یا به ضررش؟ نظرتون رو برای من کامنت کنید و یادتون نره برای محتوای بیشتر پیج منو فالو کنید.